بسم الله الرحمن الرحیم. یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن الان میریم به پیرانشهر دیگه بشین تا ببینیم رو ارتفاعات باد چطوره، بعدش انشالله تصمیم میگیریم اونجا. و سالهای سال چشمهای گریانت حکایتی داشت بس دردناک. بعد ما وقتی که میزنیم سر زیراشون بلند میشه که اینا دارن خاک ما رو میزنن. خاک شما اگه خاک شما بعد روش کنترل داشته باشید، نذارید که ضد انقلاب بیاد داخلش اونجا مقرضه. زخمها بر پیکرت نشاندند، میخواستند پاره پاره‌ات کنند. خبر بر دوام و حزب دموکرات پیشروی و خبر. سلام علیکم حالت باشه داره. یالا الان چه داری؟ خوبی؟ سلامت باشید. حالت چطوره؟ و مردانی در این دیار آنچه را باید بدانند میدانستند و همراه با تو خون دل میخوردند. دور اینجا کانال برای حفاظت که اگه حمله کردن دور تا دور کانال هستش که از تو کانال میجنگن. عجب. بله. و حکایت سر و صورت و گردن و ستون فقرات نازنینی است که 10 سال از دشمنانش خنجر میخورد. ایران عزیز ما. تبلیغات هم نظام میدن به این منطقه روزسوانان ما که شاید بتونن اینا را جذب بکنن یا مثلا اینا را تحریش بکنن، از طریق اینا یک کار ضد امنیتی انجام بدن. سر و صورت و گردنی که به آذربایجان و ترکیه و عراق میرسد، از شمال رود ارس و کوههای قفقاز و آرارات و دامنه‌ای به گستردگی بورالان با غارهای طبیعی بیشمار، از غرب شپیدان و شهیدان و کفارستان و اوج پیچیدگی و پیوستگی آن یعنی قندیل، از جنوب غرب منطقه کردستان و چهلچشمه و شاهو و کوهسالان و کرمانشاه تا تنگه باویسی. شاید خیلی از ما ایرانی ها حتی کلمه‌ای درباره مرزهای شمال غربی وطنمان، پاره تنمان نمیدانیم مردمان غیور کرد و ترک این جغرافیا چه کشیدند از دست ضد انقلاب. نمیدانیم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ترک ها و کرد های عزیز چه حماسه ها آفریدند مقابل ضد انقلاب. کی ما میخوام بشینیم اونجا هی بیاد بزنم مقر سقوط کنه، هر موقع اراده کنم این معنی نداره که هر موقع اراده کنم بیا بزنن مقر ما سقوط بدم یا بزنن یا فردا 4 تا دیگه میزنن ما همینجوری تصویر بزنم. نمیدانیم که هر سال شهدای بسیاری را تقدیم کردیم، رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا جانفشانی ها کردند. نمیدانیم که فقط در استان آذربایجان غربی ضد انقلاب کیلومترها به عمق ایران عزیز آمده بود، مستقر شده بود، پاسگاه داشت و هر کاری میخواست میکرد. تو منطقه عمومی شمال عراق قریب به محمد چند تا قریب به 30-40 تا مقر دارن. هرچند به اینا ما میگیم که اینا رو ضد انقلاب و اینا دارن توطئه میکنن علیه جمهوری اسلامی، اینا رو تخلیه کنید. نمیدانیم بیش از 2000 کیلومتر مربع از مناطق مرزی ما در شمال غرب دست ضد انقلاب بود و نمیدانیم های بسیاری که باید قدر این ندانستنها را دانست، قدر آنان که با خدا معامله کردند و کاری هم به حرفها و حدیثهای ما آدمها ندارند که درباره آنها چه میگوییم، قدر سبز پوشانی که سبزی امنیت را به ما هدیه دادند.
یکی همین اینجا هست، اینا دیگه نیاز نداره، یکی اینجا چی بیاد کجا داریم اون پوزه سنگی پیدا کنیم. ببین این مشرفه با چی پوزه بزنیم؟ پوزه سنگی رو میگم، اون که اومده سنگ جو. این درسته. آن سوی مرزهای ما در اقلیم شمال عراق دشمن تا میتوانست مزدور جذب میکرد، داخلی و خارجی، کادرسازی ها و ایجاد تشکل های متعدد، فقط برای سقوط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ضعف اوناست که بگن که ما ببینیم اینجا یه پاسگاه از آسایش از 2 کیلومتر 3 کیلومتر دو طرفترش اینا هستن، بگن ما نمیدونیم. یعنی اینقدر شما ضعیفید که 2 کیلومتر خودتون نمیدونید چی هسته، کی مستقر است. اینو میدونن، منتها خب داره بهانه میارن. شما به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه اعلام کردین که صبرتون تموم شده. واقعا صبرتون تموم شده. ما بعضی از ملاحظات داشتیم تا الان صبر کردیم، به صورت مقطعی زدیم ارزیم، بعد دیگه ما استمرار داره عملیاتامون روی اینا. شما به این حضور مسلحانه تداوم خواهید داد با تعداد بیشتر و در واقع ما باید شاهد درگیری‌های بیشتری باشیم؟ ما در هر شرایطی به نسبت توان خودمون با توجه به همه شرایط و جوانب به این مبارزه ادامه خواهیم داد. این اراده رهبری حزب دموکراتیک کردستان ایران است. گروهی از نیروهای در منطقه اوشنویه در شمال غربی پشتیبان گروهک‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران، امریکا و صهیونیست‌ها و عربستان و همه کنسولگری‌های فعال در اقلیم کردستان عراقند و این کاملاً عیان و بی‌پرده است. به نظر من این خیلی نابجاست که ما بریم به جنگ کسی که از دور بدونیم 1000 مرتبه 1000 دفعه از ما قوی تره. ممنونم. من یه خلاصه‌ای میگم. از ابتدای انقلاب سال در واقع 28 مرداد 1358 این حزب دموکرات کردستان ایران بخش شمالی و غربی ایران رو تجزیه میکنه، با نیروهای مسلح بر علیه حکومت جدید در ایران اعلام جنگ مسلحانه میکنه. بعد جالبه که با صدام ائتلاف میکنه، در ادامه با مسعود رجوی هم ائتلاف میکنه و بیش از 7000 سرباز ایرانی رو میکشن. شاید باور نکنید آنقدر گروهک‌های مسلح و ضد انقلاب پشتشان گرم بود که تا سال 1390 در جغرافیای ایران اسلامی حضور داشتند و هر روز جای پای کثیف خود را محکمتر می‌کردند. چند سال الان میری تو این پای؟ والله عجقا امان وانکم تقریبا 15 سال 17 سال میشیم معلومه. من 8 سال 15 خدمت کردم. 86 من دوره 86 8 سال اونجا خدمت کردم. پولدشت خدمت. پولدشت و برولان و کوران و سیرو این منطقه من 8 سال اونجا بودم. اونجا برولان هم طرف ماکو میشه دیگه. دو گردن بودن. گردن و مغربی فرانسی. ما دو تا گردن اونجا مستقر بودیم. اینجا همه دست ضد انقلاب بود. آره بله دست ضد انقلاب. روی اینجا ما کاملا من دقیقاً همه اینا رو کار کردیم اونجا. سنگرهای دفاعش به هیچ صورت نبود. اون زمان سنگرهای اجتماعی بود، سنگرهای دفاعی خیلی ساده بود. ما صبحگاه برگزار می‌کردیم. من خودم چندین بار دیدم صبحگاه برگزار. زمانهاش حساب می‌کردیم. منطقه خیلی پیچیده، مخصوصاً شمال منطقه خیلی پیچیدگی داره. ترک ها و کرد ها که به ناموس پرستی معروفند چقدر خون دادند به پای ناموسشان که ضد انقلاب نگاهی چپ به خانواده آنها نکند. در سال تقریبا اواخر سال 89 کارها شروع شد، خاکسازی مناطق شروع شد، هم در شمال استان آذربایجان غربی، هم کردستان، هم آذربایجان در جنوب استان آذربایجان غربی کارها شروع شد. الحمدلله کارهای بسیار خوبی انجام شد.
خلاصه داستانی بود و حقیقتی تلخ و تیغی برنده در گلوی ایران عزیز. بحث‌ها و طرح‌ها و دعواها داشتند، همه دلسوزان نظام، نظامی و غیر نظامی. نظر آنها ورود به انجام کاری بزرگ و طراحی و پاکسازی گسترده در جغرافیای پیچیده شمال غرب، چرا که بر اساس فرمان فرمانده کل قوا راهبرد برقراری امنیت پایدار مردمی در منطقه باید در دستور کار قرار گیرد. من لسپای خود را استاوین تا دفاع مرزو بمیخوام که امنیت پایدار مردمی یعنی مردم که پشتیبانی شوند، مردم که دیده شوند، کار به مردم که سپرده شود، مردم که خود مسئول شوند، میدانند با متجاوز چگونه رفتار کنند. خود ضد انقلاب دنبال جذب همین دوستان هم هست. مثلا شده تا حالا بیان بهتون بگن آقا بیان با ما باشید، حالا مثلا این مزیت هم داره، این ویژگی هم واسهتون داره. پیام میتونه بفرسته. بالاخره چون اینا از اول انقلاب من عرض کردم منگوریا اصلا توی منطقه و از اول انقلاب پای انقلاب بودن، توی تمام درگیری‌ها شهدای بسیار زیاد دادن. اینا شما هر خانواده هر کدوم از این برادرها برید یکی دو تا شهید دادن، بعضی 3-4 تا شهید دادن. اونا خودشون میدونن که اونا فقط الان بعضی از اقدامات کور رو میخوان انجام بدن، مثلا ترور کنن در خانه‌های افراد. زمین و خاک و جغرافیای خودشان است، میشناسند نقطه نقطه آن را. فرصت بدهید چنان امنیت را برقرار میکنند که دشمن در جا بماند. این مملکت اینطور بد از نباید از یقم. خانواده‌ام اتفاقا بیشترم تشویقم میکنن که میگن آقا خدا رو شکر که انشالله هم یه روز که راه حاج قاسم رو برید. بحث ها باز هم پابرجا بود و فرمانده نیروی زمینی سپاه با یک جمله همه حرف ها و تردیدها را پایان داد. با پشتیبانی خون شهیدایی که تو اینجا ریخته شده ما یه عملیات انجام میدیم. به خواست خدا، به برکت خون شهیدا حتما بدونید پیروزی توش هست. فقط نیتتون رو خالص کنید فقط برای خدا. امنیت به نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده شد. نیروی زمینی سپاه قرارگاه حمزه سید الشهدا را مأمور مقابله محکم با ضد انقلاب و آزادسازی مناطق مرزی در شمال غرب کشور ما کرد. حکومت ایران هم با مخالفت مسلحانه چندین گروه روبروست. اینان اعضای یکی از این گروه هستند، جنگجویان حزب کرد کمله که میگویند برای آزادی بخش‌های کردنشین ایران می‌جنگند. قرارگاه حمزه سید الشهدا مأموریت دارد با بکارگیری یگانهای منطقه و مأمور از نیروی زمینی سپاه و بهره‌گیری از توان اطلاعاتی نهادهای امنیتی و انتظامی شمال غرب ضمن توسعه و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به منظور اقدامات سریع نظامی، تعقیب و انهدام گروهک‌های ضد انقلاب مسلح، جلوگیری از ترددهای غیر مجاز در مناطق مرزی نسبت به تأمین امنیت پایدار اقدام نماید. پدر من که کشاورز ساده بود، به فکر مردمش بود، مردم کرد خودش، چرا باید بیگناه کشته بشه؟ وقتی میریم خونه بابامون نیست، اصلا یه حالی داره، اصلا نمیدونیم چه حالیه. شبا منتظریم بیاد که نمیاد. این اخلاق دموکراسی است که به اسم دموکراسی یعنی جلو چشم زن و بچه مردم او را به قتل میرسانند. اینا میان حزب حضور میکشند. رحم به زن و بچه هم
صخره بود و دره بود و برف بود و سرما بود و هر لحظهش جنگ با مرگ. در مناطق مرزی اینا جاهای متعددی داشتن، مثل همین در پیران حدود 50-60 تا تونل داشتن پشت همین که اینها رو ما تونستیم الحمدلله هم تصرف کنیم، هم پاشسازی کنیم، تونل ها رو منهدم بکنیم و رفتیم بالا سرشون پایگاه سازیم. دقیقاً تسلط داره داخل پایگاه دره، کاملا مسلط داخل دره پیران و منطقه رو به صورت کامل پاشسازی شد. اگر ایران شکست می‌خورد دیگر نمی‌توانست به پاره تنش شمال غرب نگاه کند. تصمیمی بسیار خطرناک بود، اما دستور فرمانده بود و عملیات باید آغاز شد. اواخر 89 نخستین عملیات کلید خورد. بورالان در شمالی ترین منطقه آذربایجان غربی. اون بهش گفتن خاکی، اون مصطفی که گفتم شهید شد برای گرفتن آره که گفتن ما هم اونجا بود. همین روش هست.